مرکز رادیو گیلان از جمله قدیمی‌ترین مراکز رادیویی کشور است که امروزه با نام شبکه استانی صدای مرکز گیلان برنامه‌های متنوع رادیویی تولید می‌کند. فعالیت رادیو گیلان در سال 1334 با نصب فرستنده‌ای به قدرت 75 وات در اداره پست و تلگراف رشت آغاز شد. به نقل از مرحوم جمشید کهربایی، هنرمند با سابقه موسیقی، در گیلان نخستین ایستگاه رادیویی در رشت 67 سال پیش با یک دستگاه بیسیم 75 واتی با تلاش آقای بشیر فرهمند، مدیر کل پست و تلگراف رشت شروع به کار کرد. در سال 1336 برنامه در یک استودیوی کوچک و به صورت زنده پخش می‌شد. مرحوم احمد شهرسا، کارمند اداری پست و تلگراف رشت که مسئول بیسیم 75 واتی بود، درباره تأسیس رادیو در رشت چنین نقل می‌کند: در سال 1334 اولین مرکز رادیویی در رشت با همکاری آقایان منصور شاهی و مهندس نصر راه اندازی شد. این فرستنده 75 واتی تنها بخشی از شهر رشت را پوشش می‌داد. در واقع این فرستنده بیسیم در اصل مخصوص هواپیماها بود و برای تقویت بیشتر آنتن آن را از ساختمان شهرداری به اداره پست و تلگراف منتقل کردند. اولین مدیر رادیو رشت آقای سرتیپور و اولین گوینده آقای محتشمی بود. وی نخستین کسی بود که صدای او از رادیو گیلان پخش شد. این رادیو تنها 1 ساعت در روز برنامه پخش می‌کرد که شامل اخبار استان و برنامه‌های محلی بود. به نقل از مرحوم احمد شهرسا، آقای سرتیپور اولین مدیر رادیو رشت بعد از 1 ماه از مدیریت کناره‌گیری کرد و آقای امیرهادی کشفی به ریاست رادیو منصوب شد. بر اثر تلاش و پشتکار آقای کشفی، دستگاه 160 واتی ارتش گیلان به طور موقت در اختیار رادیو قرار گرفت. مرحوم احمد چهره‌سا درباره اولین کارمندان شاغل در رادیو اینگونه میگوید: نخستین هنرپیشه نمایشی رادیو رشت آقای اکبر دودکار بود که در هفته 10 دقیقه برنامه اجرا می‌کرد. از گویندگان آن روز رادیو رشت میتوان از آقای نوری و آقای مستوفی نام برد. با پیگیری‌های آقای کشفی بیسیم 160 واتی به 1 کیلوواتی تغییر پیدا کرد و آنتن رادیو از اداره پست و تلگراف به آزادگان رشت ابتدای جاده انزلی منتقل شد. با توجه به تقویت فرستنده امواج رادیویی، تنها شهر رشت و چند روستای اطراف آن را پوشش رادیویی میداد. در این زمان نام رادیو به اداره انتشارات رادیو تغییر کرد و کم کم هنرمندان گیلانی جذب جعبه جادویی شدند تا پیام خود را از راه آنتن رادیو به گوش مخاطبان برسانند. گیلان به داشتن هنرمندان توانا در عرصه نمایش در کشور مطرح بود. از این رو برخی هنرمندان که صدای جذاب و استعداد بازیگری داشتند دعوت به کار شدند. در زمینه موسیقی نیز آقای منوچهر ویسانلو، عضو شورای موسیقی مرکز گیلان، نقل می‌کند: رادیو گیلان آن زمان اسمش انتشارات رادیو بود و هنوز به اداره تبدیل نشده بود. رادیو در آن روزها در ساختمان تلفنخانه خیابان شهناز قدیم و بحرالعلوم امروز قرار داشت. رادیو از نظر استودیوها و مکان ضبط و پخش وضع اسفناکی داشت و میکروفون‌ها قدیمی و تعدادشان کم بود. هنگام ضبط موسیقی مجبور بودیم با چند ساز مختلف دور یک میکروفون جمع شویم که این از نظر فنی اصلاً درست نبود و صدای سازها در هم ادغام میشد و برگشت صوت داشت. در هر ماه 4-5 آهنگ ضبط میکردیم و بیشتر کارها را کسانی مانند حبیب الله بدیعی تایید میکردند که در شبکه رادیویی کشور هم پخش میشد. از دیگر هنرمندان موسیقی اولیه در رادیو رشت میتوان از آقایان جنتی، نژند، جوادی، امانی و آقای ناصر مسعودی نام برد. در زمان ریاست آقای کشفی، خانم نوریزاده و خانم عبدالحمید برای گویندگی به جمع کارکنان رادیو رشت پیوستند. با توجه به افزایش کارمندان، متاسفانه رادیو برای اجرای برنامه‌ها محل ثابتی نداشت. ابتدا طبقه دوم گاراژ رودبارو، لوانتور سابق در خیابان امام خمینی، محل ضبط برنامه‌های رادیو بود و با راه اندازی فرستنده 1 کیلوواتی زمان پخش برنامه‌های رادیو رشت به 2 ساعت در روز افزایش یافت. در سال 1337 آقای کشفی منتقل و آقای سرمدی سومین مدیر رادیو شد. در زمان مدیریت ایشان محل کار رادیو به خیابان تختی و ساختمانی 2 طبقه منتقل و در طبقه دوم آن یک استودیوی کوچک برای موسیقی ساخته شد. بعد از آقای سرمدی، آقای مؤمنپور سورچانی که از فرهنگیان معروف گیلان بود، ریاست انتشارات و رادیو رشت را بر عهده گرفت. به نقل از مرحوم احمد چهره‌سا، آقای مؤمنپور تغییرات زیادی در رادیو ایجاد کرد و شورای نویسندگان نخستین بار در زمان ایشان در رادیو به وجود آمد.
همچنین ساعت پخش برنامه‌ها افزایش یافت به گونه‌ای که صبح‌ها 3 ساعت برنامه پخش می‌شد. رادیو رشت در آغاز برنامه‌های روزانه خود را روی موج متوسط 441 متر برابر با 680 کیلوسیکل در 2 بخش از ساعت 12 تا 16:30 و از ساعت 16:30 تا 21 پخش می‌کرد که پس از راه‌اندازی فرستنده 100 کیلوواتی ساعت پخش برنامه‌ها به 19 ساعت افزایش یافت که 6 ساعت به تولید برنامه‌های محلی اختصاص داشت. از سال 1353 14 برنامه شامل برنامه‌های ویژه مناسبتی، پخش مستقیم و تولیدی روی هم به مدت 1091 ساعت از رادیو گیلان پخش و تولید شد. با افزایش فرستنده 2 کیلوواتی در سال 1346 به فرستنده 100 کیلووات و با بهره‌گیری از هنرمندان عرصه موسیقی و تئاتر گیلان، امواج رادیو جاهای گسترده تری از شهر رشت و اطراف آن را پوشش داد. همچنین با ایجاد شورای نویسندگان، برنامه‌های متنوعی در رادیو تولید شد و زمان پخش برنامه‌ها نیز از صبح تا ساعت 11 شب افزایش یافت. مهمترین برنامه‌هایی که در سال 1339 از رادیو رشت پخش می‌شد، نمایشنامه، برنامه کودک، برنامه نوجوان و برنامه دهقان بود. برنامه دهقان با زبان شیرین گیلکی و با اجرای خوب مرحوم احمد چهره‌سا هر روز به مدت نیم ساعت پخش می‌شد که بیشتر کشاورزان گیلانی به آن علاقه داشتند. برنامه موسیقی سنتی نیز از برنامه‌های پرطرفدار رادیو بود که گروه تولید کننده آن را هادی تاهباز، ناصر مسعودی، بهمن پرشاد، اکبر بلندبخش، خانم میرزاده، خانم عبدالحمیدی، فریدون نوزاد و نادر گلچین تشکیل می‌دادند. در زمان ریاست آقای مؤمنپور، دستگاه 1 کیلوواتی رادیو به 10 کیلوواتی ارتقا یافت و با جذب هنرمندان و نویسندگان بیشتر، برنامه‌های متنوعی به مرحله تولید رسید. بعد از انتقال آقای مؤمنپور، مدیریت اداره انتشارات رادیو رشت به آقای نواب صفا سپرده شد. در سال 1348 اداره پست و تلگراف و تلفن فرستنده پرقدرت 100 کیلوواتی را در محل فعلی فرستنده آزادگان ابتدای جاده انزلی راه اندازی کرد. با توسعه فرستنده آزادگان و تراکم کار فنی این مرکز، آقای مهندس پوریوسفی به سمت سرپرستی فرستنده 100 کیلووات منصوب شد. بعد از انقلاب برای سیگنال رسانی بهتر به تمامی نقاط استان، ایستگاه پرقدرت کیاشهر با 2 فرستنده 100 کیلووات برای پخش شبکه اول رادیویی روی فرکانس 1521 هرتز و 2 فرستنده برای پخش برنامه‌های برون مرزی به زبان‌های روسی، انگلیسی، گرجی، ترکی آذری و ترکی استانبولی روی فرکانس 702 کیلوهرتز و 140 کیلوهرتز نصب و راه‌اندازی شد. با آغاز به کار استانی صدای مرکز گیلان در سال 1375 برنامه‌های محلی از صبح شروع و تا ساعت 24 از فرستنده 100 کیلووات روی فرکانس 657 کیلوهرتز مرکز پخش می‌شد. همچنین برنامه‌های سراسری رادیو از فرستنده رسالت 2 روی فرکانس 1251 کیلوهرتز شبکه 1 و رسالت 3 روی فرکانس 1521 کیلوهرتز شبکه فرهنگ پخش می‌شد. با وجود فرستنده پرقدرت 100 کیلوواتی، برخی جاهای کوهستانی گیلان مانند رودبار، منجیل و لوشان کیفیت سیگنال رسانی مطلوبی نداشتند. با تعمیر و تغییر فرکانس آزادگان و همچنین با راه اندازی آنتن همجهت با انتخاب فرکانس پایین 657 کیلوهرتز برای این فرستنده، امواج به همه جاهای کوهستانی گیلان رسید. با راه اندازی شبکه‌های استانی در سطح کشور، در 25 اردیبهشت 1375 شبکه استانی صدای مرکز گیلان نیز به جمع شبکه‌های استانی پیوست.